سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان کانال سوال و جواب، ما در موقعیت قبا قرار داریم و این مسجد قبا اولین مسجدی است که در اسلام تأسیس گذاشته شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین بار در این منطقه قبیله به نام بنی سالم زندگی میکردن، پایین شدن و بعد از او این مسجد اساس گذاشتند. در اینجا روایات تاریخی مختلف میآید. در بعضی روایات تقریبا یک هفته، در بعضی روایات 14 روز یا بیشتر و کمتر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا ماندن و این مسجد را تکمیل کردند و بعد از او به سمت مدینه منوره، مسجد فعلی که مسجد به نامشان است مسجد نبوی، اونجا رفتن و باز اونجا مسجد نبوی را اساس گذاشتند. یکی از فضیلت های مسجد قبا، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند: من تطهر فی بیته ثم اتى مسجد قبا فصلى فيه صلاة كان له كعدل عمره، او كما قال صلی الله علیه و سلم. یعنی کسی که در خانهش وضو گرفت و آمد در مسجد قبا نمازی را خواند، نماز فرضی بوده باشه یا نماز نفلی، هر نمازی را، او با ثوابش معادل یک عمره است. بعضی روایات یک عمره همراه من. مسجد قبا رسول الله صلی الله علیه و سلم هر روز شنبه می آمدن، گاهی سوار و گاهی هم پیاده، و از این مسجد زیارت میکردن، نماز میخواندن و خودشان هم صحابه کرام و امت را ترغیب دادن که مسجد زیارت بکنن و اجر و ثوابی داره که گفتیم اجر و ثوابی یک عمره.